امروز برای ملت تاجیک روز بسیار بسیار مهم، یک روز بسیار شادی بخش و هیجان آور است. روزی تولد استاد فردین عینی است. امساله جشنواره عینی به یک جشن دیگر یکجا شد. این سرسالگی تالیف نمونه ادبیات تاجیک، یعنی نمونه ادبیات تاجیک 19 اکتبر سال 2025 به انجام رسید و استاد عینی اون آخری سال به چاپخانه بود و همین طور سال 2026 همین کتاب ماندگار نشر شد و توسط همین کتاب استاد عینی ثابت کرد که ملت در به قول خودش قوم معظم با نام تاجیک در دیار ماورالنهر ترکستان تاریخاً زندگی میکرد، زبان و ادبیات داشت و این زبان و ادبیات عالم شمول بود. و جای دیگر استاد عینی مخصوص تاکید میکند که همین ملت ایرکان آریایی یا ایرکان آری بودند. از همین نقطه نظر وقتی که استاد در سرسخن کتابشون می‌نگارند که من با عدم اقتدار، یعنی نبودن قوت جسمانی، اما با کمال عشق وقتی که حکومت جمهوری مختار تاجیکستان با من سفارش کردن که همین یک کتاب جمع آوری کنم با نام نمونه ادبیات تاجیک، من این را به عهده گرفتم. یعنی استاد کلمه کمال عشق را استفاده می‌برد، کمال عشق و ادبیات و فرهنگ همین ملت. و استاد عینی را یکی از شخصیت‌های اساسی البته ملت تاجیک و یکی از پایه‌گذاران فرهنگ نوی آن برشمردن لازم است. استاد عینی واقعا قهرمان تاجیکستان است، زیرا در اون سالهای پرآشوب 2030 اونقدر جانبازی‌های کرد، اونقدر فداکاری‌های کرد، اونقدر مبارزه بود برای هستی معنوی ملت تاجیک، برای پایداری این قوم. و امروز طبیعی است که خیلی از دوستان ادبیات و فرهنگ ملی، اونهایی که به همین ملت، به همین ادبیات همین ملت، فرهنگ همین ملت بستگی دارند، با آرامگاه استاد میآیند، در پایه هیکلی یا مجسمه استاد عینی شعر میخوانند، سخن میگویند، بهترین لحظه های عمر عینی را به خاطر میارند و از سر این طرفتر سر تربت دعا میکنند و این یک عنعنه فرهنگی خیلی استوار شده است. این روز نیست ما با همین نیت آمدیم و تا جای امکان بود چند سخنگویی و همین برآمدها رو ثبت کردیم. رحمار که دل در سر کوی تو مقیم است، بخشای که جان بر تو دعاگوی ندیم است. تن از علم و عمر تو درد است نزار است، دل از ستم و جور تو عهد است دو نیم است. ابروی چنین خوب در آفاق ندیدم، در سرخط خوبه مگر این سرکش جیم است. هرچند که جور فلک افکند به هجران، یاد تو به عینی شب هجر تو ندیم است. عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیای برابر می شود. گرچه طبع رودکی شعری زکی ایجاد کرد، آفرین بر طبع عینی رودکی ایجاد کرد. گر ز دنیا رفت سینا چون طبیبی علته، کرد او را همتی عینی طبیبی ملته. و یک دو بیتی استاد گلرخسار میگن که مزن خود را که جانی ما نمانده، ز خونی ما به جز صفرا نمانده. برای ضربه دیگر برادر، دیگر در پشت عینی جا نمانده. دوستان عرض امید بر نگار من برید، رحمت بر خاطر امیدوار من برید. یا به من از خاک پایش سرموار آورید، یا مرا بر رهگذار شهسوار من برید. یا مرا بر رهگذار شهسوار من برید. در پریشان روزگاری گر رود عینی ز در،
جمع بنشینید و یاد از روزگار من برید. غزل گل سرخ نخستین غزل استاد می باشد که آن را با تخلص عینی ایجاد نموده است. راز دل می گفتم یک مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم همدمی می داشتم. در شب هجران نمی شد زخم دل ریشی روا، گرزی وصل یک پری رو مرهمی می داشتم. مهنتی گیتی به تلخی کی را بودی جان من، بوسه گر از لب ایستادمی می داشتم. از تماشای گل سرخ از چی می ماندم جدا، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. سلام و درودی به پایانی خود را به یکایک اشتراک کنندگان این محفل می رسانم. می خواستم غزل قرائت کرده باشم از اشعار استاد صدرالدین عینی. این همه شیرین لبان افتاده در بند شما، یعنی از جان بنده لعل شکرخند شما. از خرام دوش بر دعوای رعنای بباغ، بند کرده نیشکر را قامت قند شما. ای قد و رخسار و زلف و چشم و ابرو رحمت، ای قد و رخسار و زلف و چشم و ابرو رحمت، بند کرده نیشکر را قامت قند شما. اگر امروز ما درباره استاد عینی صحبت کنیم، ساعت‌های دراز، روزهای دراز، سال‌های دراز، این استاد عینی را مورد خیلی از 46 سال زیاد شد. حالا هم استاد عینی از عقل‌های ما جدا نمی‌شود، چون که آثار عینی، خدمت عینی نام او را فراموش نمی‌گذارد. واقعا استادای محترم، همکسبای عزیز، درباره استاد صدرالدین عینی اگر ساعت‌ها روزها حرف زنیم کم است و من یک نکته را تاکید میکنم که ما همه ساله ماه اپریل علم تاجیک را جشن میگیریم و این از با تشبث استاد عینی، یعنی که از سال 1951 به جشنگیری هفته علم، این هم خدمتی بی‌واسطه خود استاد عینی میباشد. و نکته دیگر را قید میکنم که با تشبث پیشروی معظم ملت، خود همین دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی گذاشته شده است که این یک نشان احترام نسبت به استاد عینی میباشد و آن تلاش‌ها و آن خدمت‌هایی که استاد عینی برای ملت تاجیک کرده است، این نشان احترام است و واقعا استاد عینی برای خودآگاهی، برای حفظ هویت‌های ملی، برای ارزش‌های ملی خدمت‌های ارزنده کرده است. برای تمام کشور ما روز عید است، روز استاد عینی برای ملت ما در قطار عیدهای ملی ما در زمان استقلال با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان وارد گردید و این سال مخصوصا در فاکولته های فیلولوژی دانشگاه های ما این روز همه ساله انتظار میشن و با شکوه خاصه تجلیل میکنن. استاد عینی خدمت‌هایش، شخصیتش و پیکارهایش میسازد که ما پیوسته از ایشان یاد کنیم و سالگردهای زادروز ایشان را با تنتنه قید کنیم. ما درباره خودشناسی خودآگاهی یاد بزنیم. شخصیت عینی، آثار عینی این سرچشمه خودشناسی و خودآگاهی ملی ما میباشد. زادروز استاد عینی باید عید همگانی باشد. من از استاد عینی، در ایجادات استاد عینی مسئله های روی کار آمدن که آنها از تاریخ گذشته ما، از خب موجودیت خلق ما شهادت میدهند. و خصوص نمونه ادبیات تاجیک این برای مردم ما یک شناسنامه است که توانست با همین اثرش استاد عینی از موجودیت خلق ما خب با جهانیان معرفی کرده باشد. جشن استاد عینی نه تنها یک دانشگاه، یک مؤسسه، یک کارخانه، بلکه جشن تمام ملت را
توسط استاد عینی از روزای اون ادیبان قومی گذشته در روش استاد نسل یعریفی توضیح سهم ارزنده گذاشته و بیهوده نیست که سرور دولت ما پیشوی معظم کشور محنت‌های استاد عینی را قدر شناسی کردن و او را با یکی از عنوان‌های خیلی بلند و این هم و همین شیرا و همین شخصیتی در جامعه کلی بود. استاد عینی از زمره بزرگترین فرزندان ملت تاجیک است که در تشکل حیات نوی مردم ما نقش خیلی عمیق دارد. درباره استاد عینی خیلی زیاد گفتم، خیلی زیاد نوشتم و باید بگویم که حالا هم زیاد چیزهایی هست که ما باید بگوییم. تا کنون درباره استاد عینی محققان نظرهای مختلف دارند، یعنی که آنهایی هستند که از دیدی نظریات زمان کمونیستی بها میدهند، آنهایی هستند که از دیدی زمان نو بها. اما واقعیت حال، یعنی که اون تلاش هایی که استاد عینی برای بنیاد ملت تاجیک و بنیاد تاجیکستان نوی کرده است تا کنون به طور مفصل و به طور خیلی گسترده مورد تغییر قرار نگرفته. برای همین هم همه ساله یاد کردن از استاد عینی در روز 15 اپریل یعنی در روز زادروز معنای ارج گذاشتن به ملت تاجیک، ارج گذاشتن به فرهنگ تاجیک، ارج گذاشتن به مدنیت و ادبیات و صنعت و علم و تاریخ تاجیک است.